سختی جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا به دنیا پرستان هجوم آورد. بدنها در سختی جان کندن سوس شده و رنگ باختند. مرگ آرام آرام همه اندامشان را فرا گرفته، زبان را از سخن گفتن باز می دارد و او در میان خانواده‌اش افتاده، با چشم خود می بیند و با گوش می شنود و با عقل درست می اندیشد که عمرش را در پی چه کارهایی تباه کرده. به یاد ثروت‌هایی که جمع کرده می افتد، همان ثروت‌هایی که در جمع آوری آنها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهناک گرد آورده و اکنون گناه جمع آوری آن همه بر دوش اوست.